بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیزم. کار یهود چیه؟ کار یهود تحریف واقعیت هاست. یکی از حربه های یهود بر علیه اسلام این بود که می اومد واقعیت ها را تحریف میکرد، می اومد شایعه پراکنی میکرد. خدا در سوره نساء چی میفرماد؟ میفرماد یحرفون الکلمه عن مواضعه. یهودیا می اومدن کلمات خدا را تحریف میکردن. در این ایامی که انتقام سختی از اسرائیل گرفته شد و تمام مسلمان ها شاد شدن، یک کلیپ داره منتشر میشه که بله، جمهوری اسلامی داره به اماکن مذهبی مسلمان ها داره حمله میکنه و اسرائیل داره دفاع میکنه. اسرائیل قاصد و آدمکش که حتی به کودکان هم رحم نمیکنه داره از اماکن مذهبی مسلمان ها دفاع میکنه. خنده‌دار نیست یا علی؟ Launched ballistic missiles at Islam's holy places in Jerusalem. Watch Israel's interceptors save the Temple Mount and the Al-Aqsa Mosque. Iran is a global threat.